در جماعت دهاتی سرازم با تشبث تشکیلات خارجی اگروآکسیای آلمان برای بهبودی مردم و خصوصا برای چپانهایی که چندین هزار حیوانات شاخدار میده را که در کوه و صحراها میچرانند از قبرهای آبگذر حوضی مخصوص ساخته به استفاده داده شد که این امکانیت می‌دهد چپانها مالها را برای نابود کردن حشرات‌های خونمک و ضرررسان و هر گونه بیماری‌ها شستشو نمایند. همچنین از دیگر دهمرده‌ها و ساکنان جماعت دهاتی سرازم دعوت به عمل می‌آورند که مال‌هایشان را به این نقطه حوض داروواری آرند و از هر گونه بیماری و علت‌ها حفظ نمایند. استقامت کنندگان جماعت دهاتی سرازم از این اقدام پیشگرفته تشکیلات اگروآکسیای آلمان خوشنود شده عرض و سپاس خود را ابراز داشتند. سلام علیکم. من همین ماندنجه چوپان 20 سال باز آمدگی در همین جای ما هم خیلی چیزای مال شویی شستشوی مال نیست. من با دستگیری همین سال تشکیل کردن بسیار فایدهش مول. هر سال 5-6 بار دارو میکنیم اکول میکنیم همین کنه شووش اخسل گم نمیشه. من با عینی همینا دستگیری هاشون کتیم من این ویا شد خدا خواهد من این سال نتیجهش میبینیم. با من گرد و گوشه مال و حاله که کی هست بیارن شوین کوبکه کنن تازه کنن مال شدنش بسیار فایدهش هست. گزارش دلافروز حفیظ و اسماعیل جان خالف برای پیغام.